دستگاه تراش رومیزی مدل BL3119 کوچکترین دستگاه تراش رومیزی از محصولات لامیکو هستش. این ابعاد از دستگاه تراش‌ها در بازار با نام دستگاه تراش کوچک یا دستگاه تراش مینی تراش هم شناخته میشن. فاصله بین مرکز مرغک و اسپیندل در این دستگاه تراش رومیزی 310 میلیمتر یا 31 سانتی متر. قطر کارگیر تا روی ری یا بستر یا به اصطلاح سنتر این دستگاه 180 میلیمتر یا 18 سانتی متر. این دستگاه تراش دارای قابلیت پیچ‌بری هستش و از همین قابلیت پیچ‌بری میتونید برای حرکت اتومات طولی و داشتن کیفیت سطح یک رواق در رو تراشی و داخل تراشی استفاده بکنید. دارای قابلیت مخروط تراشی هستش و فاصله بین خطوط در کشوی ارضی، کشوی فوقانی و مرغک دستگاه 25000 میلیمتره که با توجه به کیفیت و دقت ساخت این دستگاه شما میتونید دقت‌های 100 میلیمتر و حتی نزدیکی به صفر رو برای ساخت قطعاتتون از این دستگاه انتظار داشته باشین. دور موتور در این دستگاه با اینورتر موتور تغییر میکنه و در هر حالت گیربکس با در واقع چرخوندن این ولوم شما دور موتور رو تغییر میدین. در حالت لو گیربکس یا سنگین گیربکس از 100 تا 1100 دور تغییر میکنه و در حالت های یا سبکش از 100 تا 2500 دور موتور، دور اسپیندل در واقع تغییر. یک کلید سه حالته فوروارد به معنی راستگرد، صفر به معنی خاموش و ریورس به معنی چپگرد وجود داره اینجا که شما جهت گردش اسپیندل و سرنظامتون رو در واقع تعیین. کلید امرجنسی استاپ اینجا هستش که شما برای در مواقع ضروری با فشردنش برق دستگاه رو قطع می‌کنید و نشانگر در واقع دیجیتال دور اسپیندل اینجا وجود داره که در واقع شما با چرخوندن ولوم و تعیین موقعیت گیربکس، حالت گیربکس، شما دور اسپیندل رو نهایتا اینجا می‌بینید و تنظیم می‌کنید. همونطور که عرض کردم این دستگاه دارای یک گیربکس دو حالت هست. از ویژگی‌های منحصر به فرد این دستگاه هستش که این دستگاه رو در واقع تبدیل می‌کنه به یک دستگاه پرقدرت و فوق‌العاده. این گیربکس در حالت لوش همونطور که عرض کردم دورش از 100 تا 1100 تغییر میکنه و در حالت هایش از 100 تا 2500 و همین از این اعداد و حالتی که در واقع شرایطی در گیربکس داره متوجه میشیم که چرخنده اسپیندل در حالت لو 2 برابر همون چرخنده در حالت های هستش و در واقع یک توان و گشت آور خروجی 2 برابری رو در حالت لو به شما میده و برای کارهای خشن تراشی یا تراشکاری اجناس سخت شما در حالت لو بار مناسبتری رو، خیلی مناسبتری رو میتونید به دستگاه بدید و در حالت های هم برای دورهای بالای 1100 شما میتونید برای فینیشینگ و نهایتا کیفیت سطح بالا در مرحله آخر تراشکاری از در واقع دورهای بالا استفاده کنید. این ویژگی از ویژگی‌هایی هستش که مدل‌های مشابه در بازار همه این ویژگی رو ندارن و در واقع وجه تمایز این دستگاه با مدل‌های مشابهش در بازار یکی از وجه وجود تمایزش همین گیربکس هست. شما اینجا در واقع گیربکس پیچ‌بری رو دارین در این بغل دستگاه و جدول پیچ‌بری اینجا نصب شده. 4 تا چرخنده با حروف A, B, C و D مشخص شده و بر اساس شماره چرخنده ها شما تعویض می‌کنین چرخنده ها رو و در واقع گام مورد نظر پیچ‌بریتون یا سرعت مد نظرتون برای حرکت اتومات رو اینجا تعیین می‌کنید. چرخنده ها همونجور که می‌بینید فلزی هستن. در بازار مدل های مشابه وجود دارن که چرخنده های تفلون یا پلاستیک دارن. چرخنده اینجا از جنس فولاد هست. یه اهرامی اینجا وجود داره که با کشیدن دستگیرش به سمت بیرون شما میتونید موقعیتش رو در 3 حالت مختلف در واقع قرار بدیم. حالت وسط حالتی هستش که میلیماتیک درگیر نیست و حالت در واقع اتومات یا پیچ‌بری خارج هستش دستگاه.
حالت در واقع یه حالت بالا و پایین این حالت وسط وجود داره که هر کدوم برای تعیین جهت چرخش میلیمار پیچ و جهت پیچ بری یا جهت در واقع حرکت اتوماتتون ازش استفاده میکنین از این اهرم و موقعیت رو تغییر میدیم و اون جهت مد نظرتون رو به دست میاریم. اینجا هم که در واقع سنسور نوری در واقع همون نشانگر دور موتور اینجا این دستگاه تراش با توجه به ویژگی‌های ساختش و امکاناتی که روش هستش مثل همین کیبورد، مثل چرخنده‌های فلزی و کیفیت ساختش با مدل‌های مشابه توی بازار تفاوت داره و شما با توجه به همین تفاوت برای مقایسه حتی قیمت و تراشکاری که مد نظرتون هست، جنسی که می‌خواید روش کار تراشکاری رو انجام بدین، میتونید در واقع انتخاب بکنید و مقایسه بهتری داشته باشید. ما در حالا کلیپ های بعدی که قراره که در واقع آماده بشه قصد داریم تراشکاری این دستگاه رو روی اجناس مثل فولاد خوش تراش یا فولاد سیکا 45 حالا باید جنس های دیگه نشون بدیم و مدل های دیگه دستگاه های لامیکو، محصولات لامیکو رو هم به همین ترتیب هم معرفی میکنیم، هم در واقع تست تراشکاری سعی میکنیم ازشون داشته باشیم. در جعبه همراه این دستگاه چرخنده های مدوله، همون چرخنده های فلزی که عرض کردم و در بخش پیچ‌بری هستش برای تعیین گام پیچ‌بری وجود داره که هر کدوم دارای شماره هستش و بر اساس اون جدولی که اون بغل نصب بود شما میتونید گام پیچ رو تعیین کنید. فک‌های وارو برای 3 نظام دستگاه، آچار 3 نظام دستگاه، آچارهای در واقع آلن و آچارهایی که برای باز کردن پیچ‌های دستگاه شما نیاز دارید در این جعبه هست. در واقع یک مرغک ثابت هست و حالا سایر چرخنده ها و قطعات مورد نیاز. این توضیح اجمالی در مورد دستگاه تراش رومیزی مدل BL3119X از محصولات لامیکو بود و خیلی ممنون که وقت گذاشتین و تماشا